بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، در اینجا در این قسمتی که ما در این کتاب مبارک از کتاب لمعة الاعتقاد قرار گرفتیم، من صفات الله تعالی انه متکلم بکلام قدیم، از صفاتهای الله این است که او سخنگو است با کلام قدیم. می‌فرماید و من صفات الله تعالی انه متکلم بکلام قدیم یسمعه منه من یشاء من خلقه. از صفاتهای الله متعال این است که او سبحانه و تعالی با کلام قدیم سخنگو است که آن را الله به هر که بخواهد میرساند از مخلوقاتش. سمعه موسی علیه السلام، سخن الله سبحانه و تعالی را موسی علیه السلام شنید از الله بدون یگان واسطه، من غیر واسطه، بدون یگان واسطه سخن الله را شنید. سمعه جبرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام سخن الله سبحانه و تعالی را شنید. و من اذن له من الملائکه و رسله، و همچنین آن کسانی را که الله سبحانه و تعالی از فرشتگان و پیامبران که الله اجازه داده است که سخن او سبحانه و تعالی، کلام او سبحانه و تعالی را بشنود، کلام او سبحانه و تعالی بشنود. می‌فرماید ابن قدامه و انه سبحانه یکلم المؤمنین فی آخره، اینکه الله سبحانه و تعالی با مؤمنان در روز آخرت سخن خواهد گفت. با مؤمنان الله سبحانه و تعالی در روز آخرت سخن میگوید. و یکلمونه، و آنها مؤمنان با الله سبحانه و تعالی نیز سخن میگوید و همچنین با آنها بر مؤمنان اجازه میدهد که او سبحانه و تعالی را زیارت کنند. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 164 میفرماید و کلم الله موسی تکلیما، الله با موسی علیه السلام سخن گفت، سخن گفتنی. و فرمود در سوره اعراف آیه 144 یا موسی، ای موسی، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، ای موسی، من تو را با این رسالت و کلامم میان مردم برگزیدم. و در سوره بقره آیه 253 میفرماید که منهم من کلم الله، از میان آنها کسانی هستند که با الله و که الله با آنها سخن گفته است. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 31 و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، برای هیچ انسان نشاید که الله با او سخن گوید جز به وسیله وحی یا از پس یا پشت پرده. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیه 11 و 12 فلما اتاها نودی یا موسی، چون به نزد آن آتش آمد ندای رسید ای موسی انی انا ربک، موسی به درستی که من پروردگار تو هستم، فخلع علیک انک بوادی المقدس طوى، ای موسی پای افزایت را بکش در حالی که تو در این وادی مقدس طوى قرار داری. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره طه اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، بدون شک و تردید من الله هستم و معبود جز من نیست، پس من را پرستش نمایید. پس هیچ کس جز الله سبحانه و تعالی این سخن را گفتن نمیتواند. و قال عبدالله ابن مسعود، این آیه های کریمه در بیان اینکه الله سبحانه و تعالی سخنگو است، سخن میگوید به هر کسی که از بندگانش بخواهد. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمود اذا تکلم الله بالوحی، وقتی که الله سبحانه و تعالی با وحی سخن میگوید، سمع صوته اهل السماء، صدای او سبحانه و تعالی را اهل آسمان میشنود. و همچنین از عبدالله ابن انیس روایت است، میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم انه قال، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یحشر الله الخلائق یوم القیامت، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت تمام مخلوقات را برمی انگیزد، حشر میکند، حفاتا غرلا بهما، برهنه، پایلوج، ختنه نشده، فینادیهم بصوت یسمعه، من ندا میکنه در این هنگام بر سوی مردم، بر سوی تمام این خلایق در روز قیامت. آنگاه بر سوی آنها صدا میکند، ندا میکند که هر کی چی در نزدیک باشد و چی در دور باشد آن را خوب میشنود. و چی میگوید؟ انا الملک، انا الدیان، من پادشاه هستم، من داوری حقیقی هستم. این حدیث را بخاری روایت کرده است و آن را همچون دلیل استفاده برده است در بیان سخن الله، سخنگوی الله سبحانه و تعالی. و فی بعض الاثار ابن قدامه فرماید که در بعضی از اثرها ان موسی علیه السلام، اینکه موسی علیه السلام
لیلة رأى نارا، یکی از شبها آتش را دید و سخت ترسید، از آن هراس کرد. آنگاه پروردگارش او را ندا زد و گفت ای موسی، یا موسی، ای موسی. موسی علیه السلام زود به شنیدن این صدا آرام شد و پاسخ داد لبیک لبیک. لبیک گفت صدای تو را شنیدم اما مکان تو را نمیبینم. پس تو در کجا هستی؟ موسی علیه السلام گفته ایستاده است. الله فرمود من بالای تو هستم، در پیش روی تو هستم، در طرف راست و در طرف چپ تو هستم. موسی علیه السلام دانست که این صفتها تنها به الله متعال خاص هستند و گفت چی گفت؟ ای پروردگار من، آیا این کلام تو هست؟ آیا این سخن تو هست که من میشنوم یا کلام سخن فرستنده تو؟ الله در این هنگام فرمود بلکه این کلام من است، این سخن من است ای موسی، نه سخن ملائکه. پس دیگری از صفاتهای الله شرح دهنده میگوید دیگری از صفاتهای الله این چی بوده است؟ الکلام، سخن گفتن. پس کلام، سخن گفتن یک از صفات ثابت شده حقیقی الله است که با دلایل قرآن و سنت و اجماع سلف صحابگان کرام اثبات شده است. الله میفرماید و کلم الله موسی تکلیم، الله با موسی سخن کرد. منهم من کلم الله، از آنها کسانی بود که با الله سخن گفتند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود چگونه که روایت ابن خزیمه، ابن جریر و ابن ابی حاتم اذا اراد الله ان یوحی بامره، هنگامی که الله خواهش وحی کردن را خواست، تکلم بالوحی، با وحی سخن میگوید. پس سلف صالح اتفاق نظر دارند که الله سبحانه صفت کلامی الله سبحانه و تعالی ثابت است. بنابراین برای ما ای بندگان الله لازم است که کلام الله سبحانه و تعالی را به تحریف، به تعطیل، به تشبیه، به کیفیت سازی قبول نماییم، ثابت نماییم. کلام الله کلامی حقیقی است، با اراده او وابسته است، از حرفها، از آوازهای شنیده شده عبارت است. چگونه که الله میفرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا، و وقتی که موسی برای ملاقات با ما آمد، و کلمه ربه، پروردگارش با او سخن گفت. سوره اعراف آیه 143. سخن گفتن پس از آمدن موسی علیه السلام اتفاق افتاد. این دلیل وابستگی آن به اراده الله سبحانه و تعالی. و گروهایی که مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت هستند در مورد کلام الله سبحانه و تعالی، در مورد صفت کلام الله سبحانه و تعالی دو گروه از اینها است. یکم جهمی ها که اهل سنت را مخالفت نمودند. جهمی ها گفتند کلام از صفات الله نیست، انکار کردند. از انکار کنندگان معطله ها، بلکه گفتند که کلام الله آفریده شده است، یا در هوا یا در مکان آفریده می شود و نسبت دادن کلام الله به الله مانند نسبت دادن ناقه الله یا خانه الله هست گفتند این جهمی ها. اما رد به آنها، این نظریه‌ای که آنها گفتند اولا دلیلی ندارند، دوم برخلاف اجماع سلف است. این عقیده از نگاه عقل حتی قابل قبول نیست، چون الله سبحانه و تعالی آیه‌های روشن واضح و احادیث بیان است. زیرا کلام الله صفت متکلم سخنگو از اوست، از او جدا نمی شود. در حالی که موسی علیه السلام کلام الله را شنید که می فرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، واقعا من الله هستم و معبود جز من نیست، پس من را عبادت کنید. پس محال است، ناممکن است که کسی غیر الله این سخن را بگوید. دوم اشعری ها گفتند کلام الله معنای است، یک معنای است که در ذات الله قرار دارد و با اراده الله وابسته نیست. و این حرفها و آوازهای شنیده شده یا که شنوا شونده تنها علامت‌های معنای داخلی میباشد. تحریف کردن و رد به آنها این اولا مخالفی کتاب الله و سنت پیامبر و اجماع سلف است و دلیل‌های شرعی نشان می‌دهد کلام الله حقیقی است، شنیده می‌شود. پس این نظریه برخلاف آن چیزی که معلوم است پیش بینی شده است، برای همین مخالف است. و دلیل‌هایی که کلام الله سبحانه و تعالی عبارت از حرف هاست. الله چی فرمود؟ یا موسی انی انا ربک، ای موسی در حقیقت من پروردگار تو هستم. در سوره طه که انی انا ربک یا موسی انی انا ربک، ای موسی در حقیقت من پروردگار تو هستم. این کلمه ها و از کلمه ها و حرف ها عبارتند
که در نتیجه کلام الله سبحانه و تعالی می باشد و دلیل های آواز بودن کلام الله، صدا بودن کلام الله سبحانه و تعالی می فرماید قول الله سبحانه و تعالی و نادیناه من جانب الطور الایمن، ما او را یعنی که موسی را از طرف راست کوه طور ندا کرده میگوید قربناه نجیه، و او را یعنی که موسی را به صحبتگاه خود به صحبتگاه محرمانه نزدیک کردیم. در سوره مریم ندا کردن به آواز که نمی شود. و حدیث عبدالله ابن انس از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود یحشر الله الخلائق یوم القیامه، که در بالا خواندیم الله سبحانه و تعالی مخلوقات را در روز قیامت گرد می آورد، جمع می کند. فینادیهم، بر آنها ندا می زند، بر آنها ندا می کند، بصوتین، با صدا، یسمعه، با صدایی که می شنود این صدا را کسی که قریب است و کسی که دور است. گفتم این حدیث بخاری و امامان دیگر هم روایت کرده هستند. پس این عباره، این حدیث پیامبر اشاره بر آن میکند که حدیث مذکور دارای اعتبار بلند دارد و گفتیم امام بخاری این رو دلیل گرفته هستند در صحیح خود. پس کلام الله سبحانه و تعالی حروف است، از حرف ها عبارت است و از آواز، از صدا عبارت است. و کلام الله سبحانه و تعالی قدیم است در نوعش و حادث است در افرادش، در واحد. قدیم در نوع یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه متکلم است، گوینده است، همیشه گوینده بود و سخن او سبحانه و تعالی هیچگاه آغاز و انجامی نداشته است. کلام الله سبحانه و تعالی هیچگاه آغاز و انجامی نداشته است. و حادث در احد، در افراد، که این کلام، این سخنگویی الله وابسته بر اراده الله سبحانه و تعالی می شود. هرگاه بخواهد و هر چی بخواهد، با هر کیفیتی بخواهد، با هر کسی بخواهد سخن میگوید الله سبحانه و تعالی. فهمو؟ بارک الله فیکم. اکنون مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا میگه فصل القرآن کلام الله، فصل در بیان اینکه قرآن کلام الله است، قرآن کلام الله است. و من کلام الله سبحانه و تعالی القرآن العظیم، و از سخنان الله متعال این قرآن عظیم است که در بین دستان ما و شماست، آن را شب و روز تلاوت میکنیم. و هو کتاب الله المبین و حبله المتین، و این کتاب روشن الله است و حبل نگی پایبند رسمان مستحکم او سبحانه و تعالی است. و صراطه المستقیم، و این کتاب راه راست، راه مستقیم است که هر کسی که این کلام الله را خواند به مقتضای آن عمل کرد البته که سعادتمندی دنیا و آخرت به دست می‌آورد. تنزیل رب العالمین، که این کتاب از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. نزل به روح الامین علی قلب سید المرسلین، این کلام الله را روح الامین جبرائیل علیه السلام آن را با دلی سردار، یعنی که سرور جهان رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرود آورده است، نازل کرده است. بلسان عربی مبین، این قرآن نازل شده است با زبان عربی مبین، واضح و روشن. نازل شده است، منزل غیر مخلوق، مخلوق نیست. منه بدأ و الیه یعود، از نزد الله این قرآن آغاز شده و به نزد او هم باز میگردد. و هو سور و محکمات، و این قرآن کلام الله سوره های محکم دارد، سوره های محکم دارد. و آیات بینات، و آیه های روشن دارد. و حروف و کلمات، و حرف ها و کلمه ها عبارت است. من قرأه و اعربه، اگر هر کس این کلام الله را خواند و درست تلفظ کرد، برای هر حرف آن 10 حسن 10 ثواب میگیرد. و این کلام الله سبحانه و تعالی قرآن آغاز و انجام دارد، با قسمت ها و بخش ها هم تقسیم شده است، با زبان ها خوانده می شود، در سینه ها، در قلب ها حفظ می گردد و با گوش ها شنیده می شود و در مصحف ها این کلام الله نوشته می شود که در این قرآن آیه های محکم و متشابه قرار دارد، ناسخ و منسوخ قرار دارد. اینکه یک آیه می آید، حکم آن آیت از بین می رود با آیه دیگر، جای وی را حکم دیگر می گیرد. و آیه های خاص و عام دارد و امر و نهی دارد. الله می فرماید لا یأتیه باطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل نه از پیش آن و نه از پشت آن به آن راه نمی‌یابد. تنزیل من رب الحکیم حمید، تنزیل من حکیم حمید، این قرآن نازل شده از جانب حکیم، حکمت آموز و حمید و سرور ستایش است در سوره فصلت. و اینچنین الله می‌فرماید
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو بر این جهانیان بگو اگر تمام انسانها و جنها جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند، هرگز مانند اون را لا یأتون بمثله، هرگز مانند اون را آورده نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چنین بعضی از آنها با بعض دیگر چیز یا یاری رسانند. سوره اسراء آیه 88. پس قرآن کریم کلام الله متعال است که نازل شده و غیر مخلوق است. این قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی آغاز شد و به سوی او برمیگردد. قرآن هم حرفهایش و هم معنایش کلام الله است و دلیل‌هایی که قرآن کلام الله است می‌فرماید الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 6: و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر یکی از این مشرکان از تو پناه خواستند با او پناهندگی ده تا کلام الله را بشنوند. اشاره بر آن میکند حتی یسمع کلام الله، این که حتی کلام الله را بشنوند. قرآن را الله کلام خودش گفت، کلام الله گفت. و دلیل این که قرآن نازل شده است، الله میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، چی پربرکت است آن ذات که فرقان را، قرآن را بر بنده اش بر محمد نازل کرد، فرود آورد. و دلیل این که قرآن غیر مخلوق است، مخلوق نیست. الا له الخلق والامر، آگاه باشید الله میفرماید آفرینش و فرمان از جانب او سبحانه و تعالی است. سوره اعراف آیه 54. این آیت فرمان را از آفرینش جدا کرد. الا له الخلق، آفرینش، و الامر، سپس امر، فرمان را از آفرینش جدا کرد که قرآن بیانگر آن است که کلام الله است. چنانکه الله میفرماید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، همین طور ما روح را از فرمان خود بر تو وحی کردیم. و میفرماید ذلک امر الله انزله الیکم، این فرمان الله است که آن را بر شما نازل کرد. پس کلام الله سبحانه و تعالی از صفاتهای اوست و صفاتهای الله به هیچ وجه مخلوق نیست. پس قرآن از مخلوق نیست. پس دلیل آن که قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی آغاز می شود، قرآن به الله سبحانه و تعالی نسبت داده می شود و نسبت داده شده است به او سبحانه و تعالی. و کلام تنها بر کسی نسبت داده می شود، بر کسی منسوب می شود که کلام را آغاز کرده باشد، سخن را آغاز کرده باشد. و دلیل این که قرآن به سوی او سبحانه و تعالی باز می گردد، به سوی او باز می گردد. و در بعضی از اثرها آمده است که انه یرفع من المصاحف و الصدور فی آخر زمان، بدرستی که در آخر زمان از مصحف ها از قرآن و سینه ها قرآن برداشته می شود. و در بعضی از آثار صحیح ذکر شده است که در آخر زمان قرآن از دلها و مصحف ها برداشته می شود. این اشاره به بازگشت قرآن به سوی الله سبحانه و تعالی را می نماید که انسان شب قاری قرآن و سحر میخواهد در سینه‌اش چیزی ندارد. سحر میخواهد این که قرآن تلاوت نماید، دیگر چیزی را از آن پیدا نمیکند. و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد صحیح ثابت شده است، چنانکه حدیث حذیفه رضی الله عنه است و فرمودند که و شب با کتاب الله، یعنی با این قرآن کتاب الله عزوجل میرسد و هیچ آیت در آن روز در آن دیگر باقی نمیماند. ابن ماجه تحت رقم 4049 و حکیم این روایت کرده هستند. و حکیم گفت که این حدیث به شرط مسلم صحیح است و گفته ذهبی در این موافقت می‌نماید. و شیخ البانی این حدیث رو در سلسله احادیث صحیح هم تحت رقم 80 صحیح دونستند. توضیح بیان در مورد خصوصیت‌های قرآن کریم. خصوصیت‌های قرآن کریم. مؤلف ابن قدامه فرمود که هذا هو کتاب العربی الذي قال فيه الذي كفروا، قرآن کریم کتاب مبارک عربی مبین است که کافران درباره آن گفته‌اند لن نؤمن بهذا القرآن، هرگز به این قرآن ما ایمان نمی آوریم. و گروه دیگران از آن این قرآن سخن بیشتر ندونستند، تنها یک سخن است. چنانکه الله می‌فرماید این هذا الا قول البشر، گفتند بجز این سخن بشر چیز دیگری نیست. و الله سبحانه و تعالی در پاسخ اینها جواب داده گفت که سأصلیه سقر، من آنها را به دوزخ میاندازم، جایگاه آنها را این تکذیب کنندگان و دروغ شنوندگان جهنم قرار میدهم. و دیگران این قرآن شعر گفتند، اما الله آنها را رد کرده میفرماید که و ما علمناه الشعر، ای مردم ما بر این پیامبر شعر را که تعلیم ندادیم، و ما ینبغی له، و بر او این شعر هم نیاز هم ندارد، شایسته نیست که بر این شعر گفته شود. این هو الا ذکر، بدرستی که این ذکر است و قرآن مبین، قرآن واضح روشن است.
جز ذکر قرآن چیز دیگری نیست. پس با این رد دعوای شاعر بودن قرآن یک پیامبر صلی الله علیه و سلم و اثبات این که قرآن کتاب روشن و مبین است برای هر کسی که عاقل است در قلب است، دیگر شبهه باقی نمیماند که این قرآن کتاب است که کلمه ها، حرف ها و آیات ها عبارت میباشد. قال عز و جل، الله عز و جل میفرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر در آنچه که ما بر بنده امان محمد نازل کردیم در شک و شبهه هستید، فأتوا بسورة من مثله، پس اقلا یک سوره مثل این بیاورید. ودعوا شهداءکم من دون الله، حتی شاهدان خودتون رو به غیر الله بخوانید، فرا بخوانید. که یک آیت مثل این بیارید، یک سوره مثل این بیارید. پس این سخن معنا ندارد که الله سبحانه و تعالی با چیزی که معروف نیست یا که فهمیدنش غیر امکان است آنها را در مقابل آن دعوت نماید. واقعا شما این را اگر که این گونه سخن ها میگوید نسبت کلام الله کنی بیارید مثل این یک آیت یک سوره. و قال تعالی، و الله میفرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هنگامی که آیه های روشن ما، البینات، آیه های روشن ما بر آنها خوانده شود، قال الذين لا يرجون لقاءنا، آن کسانی که آنهایی که با ملاقات ما امید ندارن، ایمان ندارن، میگویند چی میگویند؟ با این قرآن ایمان ندارن، میگن قرآن غیر این بیاور یا آن را دیگرگون کن. پس این سخن الله سبحانه و تعالی اثبات میکنه که قرآن همان آیات هایی است که بر ما تلاوت میشود، ما آن را میخونیم، تلاوت میکنیم. سپس دلیل هایی که حروف و کلمه ها داشتن قرآن را بیان مینماید. این قرآن از حرف و از کلمه ها عبارت هستند، بیان مینماید. قال تعالی، الله میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این قرآن آیه های روشن است در سینه های آنهایی که به آن علم داده می شود جایگیر است. و الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکند، میفرماید انه لقرآن کریم، بدرستی که این قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، در کتاب نگاه داشته شده است، لا یمسه الا المطهرون، که این قرآن را دست نمیزنند بجز پاکان. در سوره واقعه. و الله میفرماید کاف ها یا عین صاد، در سوره مریم، در آغاز سوره مریم، سوره 29 که الله سبحانه و تعالی با حرف های مقطعه مثال می آورد، کاف ها یا عین صاد، بیانگر آن است که قرآن از حرف ها عبارت است، از کلمه ها عبارت است، در حالی که 29 سوره از قرآن با این حرفای مقطعه آغاز شده هستند. پس این آیه های قرآن بیانگری آن است که قرآن کلام الله است و کلام الله از حرفها و کلمه ها عبارت است. سپس در بیان فضیلت خواندن قرآن، مؤلف در اینجا یک چند احادیث را می آورد در بیان فضیلت خواندن قرآن کریم. قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، هر کسی که قرآن را بخواند و آن را به درستی تلاوت نماید، برای هر حرف آن 10 نیکی داده می شود. فله بكل حرف 10 حسنات و من قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه، و هر کسی که این قرآن با لغزش بخواند، با خطاگی ها ده، برای او یک نیکی، یک حسنه داده می شود. حدیث صحیح. این حدیث طبرانی در اوسط روایت کردند. و از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس قرآن را بخواند و آن را درست تلاوت کند، برای او 10 نیکی داده می شود و کفاره 10 گناهش میگردد و او را 10 درجه بالا میبرد. اما علما گفتند که سند این حدیث ضعیف است. سند این حدیث ضعیف است، نه که صحیح نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اقرأوا القرآن، ای مردم شما قرآن را تلاوت نمایید، قرآن را بخوانید، قبل ان یأتی قوم یقیمون حروفه، پیش از آن که قوم‌های بیایند، مردمان بیایند که حروف آن را با دقت بخوانند، نه که خوب و نیکو از شما در آن را تلاوت نمایند، پیش از آن که آنها تلاوت نمایند شما این را بخوانید. قرآن را بخوانید پیش از آن که قوم‌های بیایند که حروف آن را با دقت بخوانند، مانند پرتافتن تیر، اما آن از گلوهای آنها نمیگذرد. تلاوت قرآن از گلوهای آنها نمیگذرد و آنها پاداش خود را با شتاب میطلبند و آن را موقوف نمیگذارند، که وقفش نمیگذارند برای آینده خودشان را. در این دنیا میخوان آن را، حاصل آن را به دست بیارند. این حدیث را احمد در مسند و ابی داود در سنن از جابر رضی الله عنه روایت کرده است. و در مورد
فضیلت تلاوت قرآن احادیث زیاد آمدگی است که این جایش نیست. از سهل ابن سعد از انس بن مالک رضی الله عنهم احادیث زیاد در مسند احمد نوشته است. بارک الله فیکم. پس ما گفتیم رأی صحابه و اتفاق علما که ابوبکر صدیق چی گفتن؟ اعراب القرآن احب الینا من حفظ بعض حروفه. اعراب قرآن محبوب تر است بر ما از حفظ بعضی از حرفهای آن دیده. گرچه که علما این حدیث را ضعیف گفتن، با سند ضعیف این حدیث ذکر شده است. و قال علی رضی الله عنه چی گفت؟ من کفر بحرف منه، اگر هر کسی به حرفی از قرآن کافر شود فقط کفر به کل، به همه قرآن کافر شده است. اتفاق مسلمانان میفرماید که اتفق المسلمون، مسلمانان اتفاق کردن بر چی؟ بر عدد سوره های قرآن، بر عدد آیه های قرآن، بر کلمه های قرآن، بر حروف این که قرآن از حرف عبارت از اتفاق دارن. و میفرماید که لا خلاف بین المسلمین، در بین مسلمان هیچ گونه اختلاف نیست فی ان من جحد من القرآن سورا، اگر هر کس که از قرآن سوره را انکار نماید یا آیاتی را انکار نماید یا کلمه را انکار نماید یا حرف را انکار نماید که در آن اتفاق شده است فهو کافر، پس وی کافر می شود. و میفرماید که در این حجت قطعی است که قرآن از حرف عبارت است. پس این خود دلیل قطعی است، قرآن عبارت از حرف است و هیچ اختلاف بین مسلمانان نیست که هر کسی که سوره، آیات، کلمه، حرفی از آن که در آن اتفاق از انکار نماید کافر می شود. و این نقطه گفتم دلیل قطعی است که قرآن از حرفها، کلمه ها و آیات ها عبارت می باشد. یک کتاب مرتب ترتیب شده آشکار است. پس قرآن که حرفها و کلمه هاست، چون یک مؤلف رحمت الله علیه گفتن بر این 8 دلیل آوردن اینکه قرآن از حرف و کلمه ها عبارت است. 8 تا دلیل آوردن. یکم کافران گفتن که آن شعر است و شعر گفتیم چی است؟ عبارت از حرف ها و کلمه ها است که بعد شعر به شعر تبدیل می شود، شعر می شود. و الله سبحانه و تعالی منکران قرآن و کسی که قرآن را انکار کرد با آوردن مانند آن دعوت کرده. اگر آن حرف ها و کلمه ها نمی بود این دعوت معنا نداشت. خیر میگن نیست دعوت الله آنها را که مثل آن بیارید، چون دعوت با چیز ممکن است که معلوم و شناخته شود. و الله سبحانه و تعالی خبر داد که قرآن بر آنها تلاوت می شود. اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که آیه های بینات واضح روشن بر آنها تلاوت کرده شود. قال الذين لا يرجون لقاءنا، میگویند آن کسانی که امیدی بر رحمت ما ندارن، بر روز آخرت ندارن، بر سخن ندارن، امید نداره میگویند. بارک الله فیکم. پس بگو آنچه گفتم قرآن غیر این بیار و اینو تغییر ده. الله گفت بگو حق ندارم آن را از جانب خود تغییر دهم، من فقط از آنچه پیروی میکنم که بر من وحی می شود و با پروردگار مگر نافرمانی کنند عذاب روز قیامت برای من خواهد رسید. پس تنها آن چیز تلاوت می شود که از حرف ها و کلمه ها عبارت است. و الله سبحانه و تعالی خبر داد که قرآن در سخنهای در سینه های اهل علم حفظ شده است. قرآن در سینه های اهل علم حفظ شده است و در لوح المحفوظ نیز نوشته شده است. بل هو آیات بینات، بلکه او آیه های بینات واضح و روشن است که فی صدور الذین اوتوا العلم، در قلب‌های آن کسانی که بر آنها علم داده شد گذاشته می شود. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، و کسی بر این آیه ها انکار نمیکنه مگر ظالم ها. انه لقرآن کریم، بدوسی این قرآن کریم است. فی کتاب مکنون، در کتاب محفوظ، در لوح المحفوظ نگاه داشته شده است. لا یمسه الا المطهرون، کسی را دست نمیزنه مگر پاکدامنان، مگر پاکان ملائکه هستند. و در حدیثی که رسول الله خبر داد من قرأ حرفا من کتاب الله، اگر هر کسی که حرفی از کتاب الله را بخواند فله به حسنه، برای حسنه و پاداش است. و الحسنه بعشر امثالها، وقتا حسنه این پاداش 10 برابر داده می شود. لا اقول، نمیگویم الف لام میم حرف، نمیگویم که الف لام میم حرف است، ولیکن میگویم الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکه میگویم که الف حرف است و لام حرف است و میم حرف است. روایت ترمذی، در سنن ترمذی روایت شده است تحت رقم 2910. و گفته ابوبکر و عمر اعراب قرآن، خواندن قرآن برای من از حفظ بعض حرفای آن مهمتر است. گفتند برای همین حفظ قرآن توصیه داده می شود، ولی که تفکر و تدبر در آن چیز لازم است. تفکر و تدبر در آن چی است؟ لازم است. بارک الله فیکم. و گفته علی رضی الله عنه را خوانده ما، هر کس که به حرف از آن کفر ورزد به تمام قرآن کفر ورزده است. و تمام مسلمانان اجماع دارند، چون که مؤلف نقل میکند که هر کس که سوره آن را، آیات آن را، کلمه آن را، حرفی از آن را که در مورد اتفاق نظر از بین علما
انکار نماید کافر میشود علیه بالله. پس شماره سوره های قرآن 114 هست که 29 تا از این سوره ها با حرف مقطعه نازل شده است. صفات های قرآن. الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را با بسیار صحیفه های بزرگ وصف کرده است و مؤلف آن را برای ما آورده است. الله قرآن را کتاب روشن گفت. قرآن کتاب است که احکام و خبرهای در برگیرنده دارد، یا که احکام و خبرهایی که در بر گرفته شده هستند آنها را به طرز روشن و واضح برای ما بیان میکند. و الله قرآن را رسمان مستحکم گفت، رسمان استوار گفت. قرآن پیمان قوی و مستحکم است که الله سبحانه و تعالی آن را برای رسیدن بر او و رسیدن بر حقیقت قرار داده است. و قرآن دارای سوره های محکم است. سوره های قرآن محکم هستند، یعنی که در آیه های قرآن، در سوره های قرآن نقص و اختلاف و تضاد مخالفتی دیده می شود و هر کدام مستقل هستند. آیه های قرآن روشن است. قرآن دارای نشانه های واضح است که به یگانگی الله، کلام صفتش و زیبایی شریعتش دلالت میکند. که قرآن دارای آیه های محکم و متشابه است، که در قرآن بعضی از آیه ها محکم هستند، بعضی از آیه ها متشابه هستند. محکم یعنی که آیه هاش روشن واضح است و دیگری از آن متشابه است، که معنای آن نهان از هر کسی او را نمیفهمد و واسطه بر فهم و عقل درک انسان. و محکمیت گفتن در اینجا به معنای روشن از آیه های محکم که از هر نقص و مخالفت حفظ می شود. و همچنین حق بودن قرآن حقیقت مطلق است که باطل از پیش او راه نمی‌یابد، چون که الله می‌فرماید لا یأتیه باطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل نه از پیش وی نه از پس وی نمی‌آید، نمی‌رسد. تنزیل من رب الحکیم حمید، نازل شده است از جانب آن پروردگار حکیم دانا که سزاوار ستایش است. قرآن کریم پاک است از سخنان منکران. قرآن از آن سخنانی که منکران اثبات می‌دهند نسبت می‌دهند بر این قرآن، مثل این که میگن شعر است، پاک است. الله میفرماید و ما علمناه شعرا، ما با درستی که پیامبر را شعر را که نآموختیم، بر او شعر تعلیم ندادیم. و ما ینبغی له، و اینم بر او شایسته نیست. این هو الا ذکر و قرآن مبین، با درستی که این ذکر است، یادآوری است و قرآن روشن است. منکران قرآن چنین گفتند فقال این هذا الا سحر یؤثر، گفتند سحر نیست که تأثیر کننده است. و گفتند این هذا الا قول البشر، این جز قول بشر، چیز دیگری نیست، سخن مردم است. و الله سبحانه و تعالی بر آنها چنین پاسخ داد به این منکران سأصلیه سقر، البته که ما جایگاه آنها را جهنم قرار میدهیم. این منکران. و معجزه بودن قرآن کریم یکی از معجزه های بزرگی پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن کریم است. کسی نمیتواند مانند او را بیاورد. الله تهدید کرد مردم تا روز قیامت مثل آن را بیارید، یک سوره مثل آن بیارید. هیچ کسی، همه اگر جمع شوند نتوانستند این را بیارند. حتی تمام اینس جین جمع شوند مثل قرآن را آوردن نمیتوانند. الله تهدید کرد همه اینها را. قل بگو بر اینا ای محمد لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام این انس و جن جمع شوند علی ان یأتوا بمثلی، اینکه مثل قرآن بیارن، مثل هذا القرآن، لا یأتون بمثله، هرگز و هرگز مثل این قرآن آوردن نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، حتی اگر آنها با یکدیگر یاری برسانند، کمک بکنند، نمیتوانند مثل قرآن بیاورند. بارک الله فیکم. این از راهنمایی قرآن، این از هدایت قرآن. به سوی قرآن رجوع کنید. تنها برای تلاوت آن قرآن فرود آمده است. یکی از خطاگی های بزرگی که امروز در این مصیبت این امت گرفتار شده است، تنها بر تلاوت قرآن اهمیت میدهند و بس. همه رجوع به سوی تلاوت قرآن کریم این خوب است، این مطلوب است، ولی از تو چی طلب می‌نماید؟ آیا اندیشیده ایم؟ راهنمای قرآن کجاست؟ به سوی چی است؟ برای چی قرآن نازل شد؟ سبب از چی است؟ در کلام الله سبحانه و تعالی که ما چگونه که بر او محبت داریم، انا همین گونه بر او تفکر نماییم، تدبر نماییم، اندیشه نماییم. قرآن رو دستورالعمل حیات خود قرار بدهیم. بارک الله فیکم. در اینجا توقف میکنیم از این کتاب مبارک. اگر که زنده و سلامت باشیم، درس دیگر در بیان دیدن مؤمنان پروردگارشون در روز قیامت صحبت میکنیم. در بیان اینکه دیدن مؤمنان پروردگارشون رو در روز قیامت، دیدار پروردگار، از این کتاب مبارک به اذن الله تعالی صحبت خواهیم کرد. و در بین شرح این مسئله های دیدن پروردگار در روز آخرت که در اینجا مسئله های است و سخن های است و منکران این کسانی که این کار می‌نمایند و همچنین در بیان قضا و قدر از این کتاب سخن می‌رود. این رو هم ان شاء الله که برای شما اگر زنده باشیم، سلامت باشیم، این موضوعات رو خواهیم گرفت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.